چشمه هایت چشمه شعر و سرور، قله هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساحتی بود و نبود. ازبکستان کشوری من، مادری جانپروری من، سمرقندی عزیز و جانپروری من. السلام علیکم همدیاران عزیز بینندگان محترم، برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند را آغاز می نمایم. امروز روز شهر سمرقند است. ما همه شمایان استقامت کنندگان شهر باستانی، شهری همیشه قدیم و جوان را با روز شهر سمرقند صمیمانه تبریک و مبارکباد می نماییم. ما زاده های این شهری قدیم باید که به قدر شهر عزیزمون برسیم، آن را احتیاط نماییم و فخر کنیم که در همین منزل و مکان مقدس عمر به سر میبریم. برنامه تیار نموده امان را به دقت شما حواله می سازیم که کمی هم باشد درباره تاریخ سمرقند نقل می کند. طور شما دیده ایستادید ما در داخل مسجد بیبی خانم ایستاده ایم و در برنامه امروز محض درباره همین مسجد و بنیاد آن حرف میزنیم. کوچه که ما ایستادیم کوچه تاشکندی نام دارد و سال 1399 تا سال 1404 محض در همین جا انسمبل بیبی خانم ساخته می شود با سرپرستی امیر تیمور بزرگ و زوجه دوست داشته او بیبی خانم. امیر تیمور بزرگ آن وقت در سفر بود و با مبلغ جدا کرده شده زوجه دوست داشته او بیبی خانم من همین دو مجموعه کلان را می سازند. در جانب چپ من خود مسجد مدرسه واقع است و در طرف راست من باشد موزله جای آرامگاه همین انسان‌های بزرگ ساخته شده است. در بین یادگاری‌های بسیاری زیر آسمان صاف جایگیر بوده سمرقند، مسجد امیر تیمور را خلق با مهر خاص ورد زبان می‌آورند که آن در پهلوی بازار کلانترین شهر باستانی، بازار دهقانی سیاب واقع است. و ما در داخل همین مسجد کلانترین شهر سمرقند ایستاده. در پهلوی من زیبا محمود و من نزدیک 50 سال می شود که در همین منزل کار میکنند و بهر آبادانی آن، بهر به سیاحان فهمانده دادن تاریخ سمرقند سهم زیاد گذاشته می آیند. این شما آمدگی جای سمرقند به ساختگی مسلمان های یک مسجدشان. این مسجد اصلا 5 انشاءات ساخته کردیم. من میدارم دیگه دروازه بسیار قیمت بها دروازه بود. این دروازه ویران شدگی. حال درنگ دیگه دروازه تون 2008 سال بعد سمرقند استاش حبیب از طرفش این دروازه آوردن بشنوندن. من این دو طرف دیده گفتم دو مسجد خورد. این دو مسجد هر روز نماز میخوان. این ری پر بده گفتن مسجد جامع. روز جمعه مسلمان ها 5 محل نماز میخوندن. همین مسجد اطرافشون ایوان بودن. 400 تا مروانسا وابسته بودن. 4 طرف 4 دروازه 4 میناره بودن. در 4 میناره 4 دامدا برامده اذان میگفتن. همین از 4 میناره 3 مینارش نه از خدام استوماش ساختن. یک تا میناره یک کمونار نامش هم یک کمونار اینم یک کمونار. همین میناره از امیر تیمور موندگیش 18 متر است. این 1965 سال این همین ویران شده میناره کجلو شده میناره از دیگر تعمیر بردن. من میانی حوالی به ایستاده است مسلمان های کلام الله شش لوحه قرآن هستند. میان ایستاده این قرآن شریف یک قیمت خلیفه عثمانی کتاب نویسن در پوست آهو. بالا همین سنگ بمونده میخوندن. این بالی سنگ بمونده میخونده این سنگ اولین بار در مسجد جامع بودن. 1878 سال در اون مسجد ویران شدن برده در بیرون موندن. ولی همین کس موندگی خلیفه عثمانی کتابشون حاضر تاشکند خستی مسجدشون میساز. این مسجد ویران شدن نماز خوندن نشدن بعد رگستان و سمرقند حاکمش اول چین گلنگ توش بهادر گفته آدم فرمایش که مسجد ساختن بعد رفتن مسلمان‌ها در وی مسجد رو نماز خواندن. امیر تیمور بابا ما 1405 سال وفات کردن. بعد از 3 سال 1408 سال بعد بیبی خانم وفات کردن. بین مردم با هم خیلی گپ ها هست که در اینجا بسیار وقت زنها می نشستین گفتگی گپ ها هست. در همین باره چه خیلی فکر هست؟ اینجا به اساسا مسجد جامع بودن خلق مسلمانان هم نماز میخوندن. لیکن برای ضعیف علاهیت حجره ها بودن در اون همین حوالی با کم یک 5 تا حجره ها که بودن همین حجره با نماز مسلمانان از دیگر ضعیف از دیگر جا نماز میخوندن. اینجا اساسا جمعش نماز میخونده که جای بودن. جامعه مسجد بودن جمعه علاهیده بودن. جامعه بودن جماعت شده نماز میخونده که جای اساس برای ضعیف از دیگر علاهیده پایشان حجره بودن همجا مسلمانان نماز میخوندن. چون بودن بیبی خانم جدا هم عقل ضعیف بودن. اونجا هم علم کهنه هم علم نو میدونن. هم از علم کهنه هم از علم نو درس میدادن. جدا هم عقل ضعیف بودن. برای هم کاسه سرای ملک خانم بیبی خانم گفتگی نام داده که سرای ملک خانم بیبی خانم مهربان خانم کان خانم گفتگی
номо додагӣ. با شرافت استقلالیت جمهوری اولا بیرون مجموعه راهی درآمد آن از نو تعمیر کرده شده دروازه نو که محصول دستان استایان سمرقندش گذاشته شده بود. برابر این سه گنبد میناره ها هم از نو رستوراسیون کرده شده بودند. و من همین طرف یکی از زیارتگاه‌های مقدس و کلانترین سمرقند امروز هزاران نفر سیاحان مهمانان شهر سمرقند را به مهمانی قبول می‌کند و اینجا را تماشا کرده دیدن کرده می‌روند. این از آن دلالت می‌دهد که سال‌های استقلالیت و تعمیر و از نو برقرار کردن، ریکنستروکسیا کردن، رستوراسیون کردن قدمجای‌های مقدس از طرف حکومت و دولت ما دقت و اعتبار مخصوص داده شده ایستاده است. این مجموعه با بلندی خود و محتشمی دقت جلب کننده بوده. روزی نواربرداری ما سیاحان و مهمانان بسیاری را در آغوش خود داشت. این صحبت از همشهریان و مهمانان شهر اوید به دیگرگونی‌های در این مسکن دیدهشان چنین گفتند: من اصلا زاده شهر سمرقند هستم. من فخر میکنم که در شهر سمرقند تولد شدم. من امروز با نیت نیک من در همین مسجد بیبی خانم آمدم. ما باید یادگاری ها رو نگاه داریم، احتیاط کنیم. من 10 سال پیش آمدگی بودم. عموما دیگر خیلی بود. حاضر من تعمیر شدگی. همه جای خوش روی آباد کردگی. من به نهایت خرسندم. پس آن ما را سوی دیگری کوچه روی بر روی مسجد بوده را گرفتیم که در آن جانب زن عاقل بیبی خانم دفن کرده شده بودند. زنی دوست داشته امیر تیمور محض در همین جا گرانده شدند. اینجا جایی که ما ایستاده مقبره بیبی خانم به حساب می رود و مجموعه داخل می شود. مقبره موافق به نام خود طوری شما دیده ایستاده در یک چقوری جایگیر شده است. میگویند که بیبی خانم در اصل خود فرزند نداشته بودند ولیکن در همه کار با امیر تیمور بزرگ دست یاری دراز کرده میگشتند و مصلحتچی بهترین به حساب می رفتند و آن مکتی که روزهای نزدیک در اینجا گذاشته می شود در قسمی بالای پس آن گذاشته می شود. بیایید ما یک جا حالا حاضر به همین پستی می فراییم و می بینیم که چگونه این قبرها جایگیر شدند. این قبری که شما دیده ایستادید قبری بیبی خانم سرای ملک خانم می باشد. در پهلویشان قبری مادرشان آورده شده است و در اینجا باز یک قبری سیوم دیگر را ما دیده می توانیم. میگویند که او هم ملکه است، از شاهزاده ها ملکه می باشد. 18 ساله ولیکن به کدام نسل نسب او منسوب است انیق نیست. و در طرف چپ ما باز دو قبری دیگر آورده شده است. اینها رو میگویند که کنیزک ها یعنی خدمتگاران ملکه ها بودند. همین طور این یادگاری عظیم و تاریخی سمرقند روز تا روز آباد گشته به حسن شهر کهن حسن تازه میبخشد. پس از جمع معلومات ها اوید به بنیاد و نگهداری مجموعه تاریخی بیبی خانم ما به دهه کلانترین سمرقند به جانب ماترود رهسپار شدیم. آنجا مرکز ناتجاری نادولتی دردانای شرق جایگیر بود. در خود معلومات های بسیاری را اوید به گذشت و میراث غنی شهر عظیم ما داشت. و اکنون میخواهیم که با خود راهبر همین موزه ما هم صحبت شویم، زیرا البته سوال ها خیلی هم بسیارند. میخواهیم بپرسیم که این اکسپونات ها از کجا پیدا شدند و چی سبب شد که همین انسان برای جمع نمودن همین قدر یک میراث غنی و بای گذشتگان دست زدند. اولین فکر ایده از کجا پیدا شد که شما جمع کردید همین گونه مواد ها رو و اولین اکسپونات جمع کرده و یافته شما کدام بود در اینجا؟ من هم گفتنی هستم که یکمش من خودم تاریخچی. انچه سالها من 1982 سال بازه اینما توپ کرده استادیم. در اینجا یک 70-80 خیلی کتاب ها زبان های عربی، زبان های فارسی بسیارش دست خط. لیکن معنونش مضمونی همین چیز را حالا اینقدر ما پخته نمیدونیم که این ما متخصص در نزدیکی از یونیورسیتی دارالفنون به همجا تکلیف کرده همین ما دستخط کردنی نیت داریم. در تمام ازبکستان میدان محله پیدا شد. به فکر من حاضر محله موزه ها پیدا کردن در کار است. چون که من یک تا پکین خودش پس 360,000 موزه هست. در تمام ازبکستان 1200 تا دیمه که این جماعه از نقطه نظر پیدا شده که دولتی 120 تا. به فکرم 30 میلیون خلق ازبکستان این بسیار کم است. مقصد تعلیم تربیه، قدریت، مناسبت دوستی، نه فقط ملتی ازبک دیگر ملت هم به همین موزه ما ترنم کردن من در کار. همین نقطه نظر که ما همین پیدا کردیم. از چیزهای نادر قیمت بهاترین در موزه شما و فکر خود شما چی هست؟ چی ها هست باز بغیر از کتاب ها؟ من دیده استادید که اینجا گلم های عینی
قرغیزستان هست، یعنی ترکمن هست، کشته های اسرای 19 هست، اسرای 20 است. این به فکرم همیشه نادر است. ثانی بعضی موسیقی اسباب‌ها هستند که اینم بسیار به ما نادر است. من میبینم که جامعه ها، لباس های زنانه و مردانه هم آویزون کرده شده است در اینجا. جامعه من دیده استودیت اگر که ما این 100 نفر گوییم اگر این یک دیگرش به تکرار نمی‌کند. هر یک تیش یک اثر. همین وقتی که همون کوهن سالا بودن این چیز را پوشتگی و بینید که یک دیگرش خوشروتر و محبوب ترین است. با هم تو بینیم اگر اینجا یک رسام ازبکستان میشناسن سولیف سیدک هستند. اثرشان از 100 تا زیاد. این کسی تکنیکشان بسیار خوشرو. ما حالی یک نیت کردیم که این کسی یک نمایش نمایش در خانه ما تشکیل کنیم، چون که چند رفیقای همین خارجی دولت ها ما همکاری کرده استادیم، مثلا یپونیا، گرمانیا، من در نزدیکی اینجا آمدن، از گلندیا آمدن. ما همین نیت داشتیم که همین نه فقط نمایش و دیومش که ما این سه زبان کاتالوگ کردنی تشکیل کردنی نیت داریم. در این مرکز که تشکیلاتچیش باز یک مقصد دارند، میخواهند آن را به موزه دوستی خلق‌ها تبدیل دهند. کتاب‌های عجایب و بعضی از چیزهای ممالک‌های پولشا، اوکراین، بلاروسیا، ژاپن، روس گرد آورده شدند. در اینجا من یک چیزی عالی جناب را دریافت کردم. بینندگان محترم، مینیاتور با بابرنامه بسیار هم اثر عالی جناب. در اینجا همین گونه مینیاتورهای خوب جمع آورده شدند، گرد آورده شدند. اوید با بابرنامه رسم‌ها مینیاتورها کشیده شدند و در داخل آن مثلا یک تاش رو من گرفته نمایشتم. در اینجا من مراسم تولد شدنی پسری بابر همایون در اینجا عکس کرده شده است. بسیار هم یک مینیاتورهای عجیب گرفته آورده شده است. این را از کجا یافتید شما؟ از کجا پیدا کرده؟ ما بسیارتر همون مکتب، معارف کتی، محله کتی نزدیک هستیم. همون رفیقا ما التماس کردیم که همین چیز را اگر باشد با ما همین موزه ما پیدا کنید و گرفته بید. اگر که ما این رسامی یک مملکت شرق بیگزاد کشتگی. بیگزاد همون دوره رفایل شرق مفتن. بسیار خوش‌طبیعت و بسیار خوشرو کشتگی. همین گونه بینندگان محترم من باز در اینجا ببینید چگونه کتاب‌های کلان نادر هستند. ما امید داریم که یک جایه با عالمان شرقشناس، با استادان دانشگاه دولتی سمرقند با من همین کتاب‌ها هم معینی می‌دارند و ما رسهای نزدیک می‌توانیم که هر یک اکسپونات را نام به نام مطابق عصر درج و نشر آن، مطابق وقت زمانی استفاده آن بهره بریم و از آن شناس شویم. آینده شوکت رحیموف نقشه دارند که کتاب تالیف نمایند به زبان‌های روسی، ازبکی، انگلیسی درباره این چیزهای جمع گشته و تاریخ آنها. من در اینجا ظرف‌های کلالی هم هست. از کجا گرفتید این چیزها را و چی‌ها هم؟ یکی مرحوم زبردستی کلال ازبکستان استاد عمر جوروقل میباشد. ما با این کس کارشان 7 تا همینجا پیدا شدگی نیبری استاد عمر جوروقل به ما علی شیرجان آورده دادن. ما با اونا تشکر میگویم چون که این ابدی همینجا میستاد. بعد جمع سوزنی‌ها که 100 عدد را تشکیل می‌دهند، دوستان از ولایت‌های فرغانه یاری رسانیده نمونه‌های سوزنی‌های آن حدودها را به سمرقند می‌فرستند. گردنبندهای نقره‌گین از دوره‌های قدیم مانده است که این هم از آن دولت می‌دهد که چگونه مردم ما با عرف و عادت انعنه‌های خود صادق بودند و کارهای دستیشان خیلی هم بسیار بود. انا همین گونه چیزهای نادر را می‌توانید که در همینجا دریافت کنید. غیر از این صحبت تشکیلاتچی ایلوه نموده گفتند که با هموطنانمان از ممالک خارج می‌خواهند علاقه را مستحکم نموده و جمهوری ازبکستان از خانه‌های آنها از چیزهای قدیمه آورده جایگیر کنانند. دخترکان کوزه در دست آب می آورند برای خاندان. همین گونه کوزه های بسیار هم خوب در اینجا محفوظ است، ولی که منصوب انیقترش منصوب عصر چندم بودن حالا ناانیق است، چون که در اینجا بسیار کارها را باید که به انجام رسانید. بینندگان محترم، البته تاریخ سرچشمه بی‌آخر است. در طول یک برنامه ما با شمایان نمیتوانیم که درباره همه این چیزهای عالی جناب که در اینجا نگاه داشته شده است معلومات‌های بسیار کلان و مشخص را برسانیم. اکسپونات‌ها زیاده از 1000 تا میباشند و در اینجا آغاز طوری که شما دیدید از کوزه‌ها تا به کتاب‌های قدیمه نگاه داشته میشوند. برای معین کردن سال آن، مضمون آن و از آن که این اثرها منسوب دستی کیان، کارها و زحمت‌های زیاد را طلب می‌کنند. ما باشیم در
همین جا با کارهای منبعده شوکت اکا رحیموف موفقیت‌ها و کامیابی‌های بی‌نظیر را تمنا داریم. البته امید می‌کنیم که در آینده شوکت اکا رحیموف کوشش می‌کنند که هر یک اکسپوناتی که در اینجا جمع نمودن با نامش یک در زیر آن تقریض نوشته درباره سال آن، درباره مضمون ماهیت آن، درباره اهمیت تاریخی آن معلومات‌های پوره را جمع می‌نمایند. در طول عمر خویش هر یک شخصی با معرفت زاده سمرقند هم شاعر و نویسندگان بی‌شبهه در پیش خود مقصد می‌گذارند تا درباره سمرقند کتاب یا اثر نویسند. از جمله چنین شخصان با معرفت میتوان نویسنده مشهور شادروان رسول هادی زاده را وردی زبان کرد که اصلا زاده شهر باستانی بوده، با تقاضای تقدیر در جمهوری برادری تاجیکستان ایجاد کردند. در تاشکند و مسکو نیز تحصیل علم کردند. برابر نوشتن اثرهای زیاد سالهای 90 به نوشتن کتاب سمرقندنامه شروع کردند. برای نوشتن این کتاب این کس چه زحمت کشیدند. در سمرقند یک در خاطرم است در یک آمدنشان یگان ما فقط با صورتگیری صورت‌های مسجد و مدرسه ها، حوض ها، گذر ها، آدمان تاریخ را میدانستگی، منظره های دلفریب سمرقند و غیره ها را گرفتند. در آثارخانه تاریخی سمرقند نشسته از ارشیو ها صورت ها برداشتند، مواد بسیاری را دیدند و نهایت کتاب سمرقندنامه چاپ شد و نهایت و شرف 2750 سالگی سمرقند با تعداد زیاد چاپ شد، خوشرو هم چاپ شد و منظور خوانندگان گردید. پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند اصلدین قمرزاده که از معرفت پروران امروز شهر باستانی اند، با کمک و دستگیری حقوقشناس معروف عزیز یونس‌زاده و حامیان به ترجمه این کتاب شروع نمودند. استاد اصلدین قمرزاده در طول 1.5 سال آن را به زبان ازبکی ترجمه کردند. این ترجمه عادی نبود. به یک معنا ترجمه به روسی اوتاریزوان نمیگوید، ترجمه با تکمیل و تحریر. همین کیل، چون که من لازم دانستم همین کیل ترجمه کنم. کتاب از باب در کوچه های سمرقند سر می شود و کوچه های سمرقند را استاد حاجی‌زاده از افراسیاب آغاز می کند. پس مؤلف بس خودی سمرقند امروزه فرآمده و محله های و گذرهایی که بسیاری آنها را خودش نقد می‌دانست، بچگی و جوانیش آنجا گذشته است، سیر می‌کند درباره آدمان، درباره بناها، درباره عرف و عادت‌ها، درباره طرز بناکاری مردم سمرقند، درباره حتی حوض‌های سمرقند، جای‌های سمرقند، بسیار با در اساس دلیل‌های و برهان‌های بسیار عمیق معلومات‌های خیلی دلچسب می‌دهد که ما چنین معلومات را در دیگر کتاب‌ها تا الحال دیده نمی‌توانیم. کتاب در نشریات تفکر شهر تاشکند با تعداد 1000 نسخه چاپ شده است. کتاب از باب کوچه های سمرقند آغاز گردیده تا زمان امروز معلومات های وسیع مشخص را در بر میگیرد. امروز برای سمرقند و برای سمرقندیان و برای مهمانان سمرقند جشن است، روز عید است، روز شهر است، روز آبادی سمرقند است. من در روز سمرقند تمام اهل سمرقند، مردم شریف سمرقند را با عیدشان تبریک میگویم و تمنای آن دارم که هر یک کوچه و میدان، گلگشت و خیابان، هر یک خشت سمرقند را احتیاط کنند، تازه و آزاده نگاه دارند و برای مردم تمام جهان سمرقند چنین است که با افتخار گویم. شهری سمرقند من، جان و جگربند من، دوری تو، دورانی تو، شهرت من، پند من. این شعرهای عادی را هر یک سمرقندی میداند و وردی زبان می آورد. در پهلوی من یکی از انسانهای برومند سمرقند، فعال جمعیتی، ارباب شایسته جمعیتی گویم سهو نمی شود، شاعر نورمراد کریمزاده. حالا میخوایم که درباره سمرقند فکر خویش را بیان سازند. در طول عصرهای موجودیت خود سمرقند قندمند همچون یک شهر تمدن، مرکز تمدن، مرکز ادب و فرهنگ، زادگاه و خوابگاه بزرگان شعر و ادب شهرت پیدا کرده آمد و سمرقند در قد راه بزرگ ابریشم عصرها این جانب شعله افشانی میکند. سمرقند را ما با تمام وجود خود، احساسات نجیب خود دوست می‌داریم.
در حق سمرقند هنوز در آثار جلال‌الدین رومی، در آثار نظامی گنجوی، حافظ شیرازی و عبدالرحمن جامی، علی شیر نوایی بسیار بسیار بیت‌های دلچسب به چشم می‌رسد و چند مصرعی که من بخشیده به این روز مبارک سمرقند، روز شهر عزیزم بخشیدم، به شما منظور می‌نمایم. ای شهر قشنگ، آلیه حسن جهانی، در تخت نظافت به خدا شاه زمانی، دهقان اصیل از پی آبادی خان است، در بحر و بر این قدر تو مشهور بنانی، با شعر و ادب، علم و هنر، لطف و نزاکت، در محفل هر پیر و جوان ورد زبانی، پیغام فرحزای ظفر رفت به عالم، با نام خود از اوج فلک شعله فشانی، با شمس و قمر همدم و همراز سمرقند، در روی زمین گویی ز فردوس نشانی، سیاح جهان سیر نه از سیر و تماشات، بر حکمت و افسانه و تاریخ تو کانی، عشاق سمرقند چنانم فزون از گنج، بر هر وجب خاکی کهن نقش بمانی، بس در سخن سفته و گفتند عزیزان، اینقدر دلاشوب و خوب از عهد کیانی.
عاشقانی دوای درد و جانی عاشقانی و تو دارم و تو صدرش تپایوان ای سمرقند و تو دارم و تو صدرش تپایوان ای سمرقند دیارم از تو صاحب دل شدم من، دیارم از تو صاحب دل شدم من، تو را دریافتم کامل شدم من، مثال مرغ آزاد در فضای بلند و شاد و کامران شدم من. بار دیگر همه شمایان اهل سمرقند و مهمانان شهر عظیم را با روز شهر سمرقند از تحت دل تبریک و مبارکباد می نماییم. خانه آباد باشد، فخر کنید که ما در همین گونه یک شهر باستانی عمر به سر میبریم و آن را احتیاط نمایید. همیشه سربلند و شاد و مسرور باشد. در همین جا برنامه امروزه ما به پایان رسید. تا هفته های آمده ایستاده صحت و سلامت باشید.